سلام دوستان، امروز میخوام شما رو با خودم ببرم یکی از جاهای خیلی خوشگل امارات به اسم خرفکان. خرفکان یه شهر ساحلی خیلی زیباست که توی امارت شارجه قرار گرفته. معمولا کسایی که اینجا زندگی میکنن، کلا تو امارات زندگی میکنن، به خصوص تو زمستون حتما یه سری به خرفکان میزنن. از دبی هم اگه بخواین برین خرفکان تقریبا 1.5 ساعت میرسین به خرفکان. خب دیگه داریم نزدیک شهر میشیم. میبینید خونه هاشو حالت محلی داره بیشتر. اینجا هم آمفی‌تئاتر خرفکانه. آبشار مصنوعی خرفکان هم که هر کی میاد اینجا به خصوص توریستا حتما میان اینجا یه عکس میگیرن. خب اینم منم گفتم یه لحظه بیام توی کار. بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. خوشگلی این شهر اینه که هم ساحل داره هم حالت کوهستانی. دم این آبشار خرفکان یه رستوران لبنانی هست به اسم حبیب بیروت. اینجا با بقیه جاهای امارات خیلی فرق داره، یعنی اون حس طبیعت رو بهت میده. این رستوران رو بالای آبشار ساختن و ویوش واقعا عالیه. هم قسمت بیرون داره، آوتدور داره اگه بخوایم بشینین، هم تو. فقط توش رو نگاه کنین ببینین چقدر خوشگله. من که با دیزاینش کلی حال کردم. میزا رو جوری چیده بودن که قشنگ بغل آبشار بودی. راستش از غذاها یادم رفت ویدیو بگیرم، ولی یه سری چیز کوچولویی که گرفتم براتون میذارم. این هموس و تبوله‌شون بود. بعد غذا این پشمک رو گرفتیم که توش بستنی داشت و این رول خوشمزه که لبنانی‌ها بهش میگن حلاوت ژبن، یعنی شیرینی که توش پنیر داره. جاتون خالی با چای خیلی چسبید. اینم یه روز عالی تو خرفکان. اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید. مرسی که منو همراهی کردید. سابسکرایب یادتون نره.